بعد از تاجگذاری گشتاسپ شاه هخامنشی، زرتشت پیامبر به دربار ایران راه پیدا کرد. زرتشت به گشتاسپ توصیه کرد برای دوری از اهریمن به سوی آیین زرتشتی برود. گشتاسپ توصیه و پند زرتشت رو پذیرفت و هم خود هم اطرافیانش آیین زرتشت رو پذیرفتند. همچنین پیامآورانی به سراسر دنیا فرستاد و از همگان خواست دین زرتشت رو به رسمیت بشناسند. در این میان شاه توران اما درخواست گشتاسپ رو نپذیرفت و پیامبری زرتشت رو نیز منکر شد. از این رو اختلاف میان ایران و توران بالا گرفت و هر دو کشور سرانجام آماده جنگ شدند. با اینکه ستاره شناسان پیشبینی جنگ سخت و طاقت فرسایی رو کرده بودند، اما گشتاسپ بر این باور بود که این جنگ برای وطن نیست و برای زنده نگه داشتن آیین زرتشت است. پس از 2 هفته جنگ و کشته شدن نزدیک به 1000 سردار ایرانی، بالاخره جنگ با پیروزی ایران و فرار شاه توران پایان یافت.